راجع به قضروف میخوایم صحبت کنیم. قضروف ها در بدن در نواحی بسیار زیادی وجود دارند. در لاله گوش قضروف وجود داره. در نوک بینی قضروف وجود داره. دیسک کمر نوع قضروف هست و همینطور در سطوح مفصلی هم ما قضروف داریم. قضروف ها در دوره جنینی تولید و تکثیر میشن و ساخته میشن و سطح مفاصل در دوره جنینی ساخته میشه. سلول های قضروفی بعد از تولد در حفره های خودشون گیر میافتن. ماده زمینه قضروف سطح قضروفی رو پوشونده و سلول های قضروفی در حفراتی درون این ماتریکس گیر افتادن. به این حفرات لاکونا گفته میشه که سلول های قضروفی در اونها گیر افتادن و قابلیت تکثیر ندارن. فرض بفرمایید قضروف جایی ساییده شده باشه و از بین رفته باشه. از اونجایی که سلول قضروفی قابلیت تکثیر نداره نمیتونه تقسیم بشه و اون قسمت رو ترمیم کنه و بازسازی بکنه. اصولاً قضروف چیزی هست که به مرور ساییده میشه، نازک میشه و از بین میره و قابلیت بازسازی نداره. داروهایی که الان در بازار هست تحت عنوان قضروف ساز وجود داره، اینها یک برداشت نادرست از این داروها هست. داروهای زیادی مثل کورکومین، گلوکوزامین، کندرویتین سولفات، آووکادو، دانه سویا و غیره و غیره، آمپولای هیالورونیک اسید، عرض به خدمت شما این مسائل اینطوری، اینا هیچ کدوم در تکثیر و بازسازی قضروف هیچ نقشی ندارن. صرفاً مواردی گزارش شده که در کاهش درد موثرن. بنابراین به عنوان اینکه ما این قرص رو بخوریم و قضروفمون بازسازی بشه، چنین چیزی وجود نداره و قضروف اساساً قابل بازسازی نیست.